سلام، چطوری؟ ببین امروز میخوام واسه یه داستان تعریف کنم از یه دختری که عاشق میشه ولی عشقش زندگیشو نابود میکنه. ایزابل اول توی شهر جانکیتی زنده شد. توی یه خانواده ثروتمند به دنیا اومد ولی عاشق یکی از کارگرای برادراش شد. ولی برادراش که با این موضوع مخالف بودن میرن پسر رو میکشن. ایزابل یه کار عجیب میکنه، سر محبوبش رو برمیداره، توی یه گلدون ریحون میکاره و هر روز بهش آب میده. این داستان عجیب قرنها بعد شد مرکز الهام نقاش‌های متفاوت. مثلا جان ملیس ایزابل رو وسط یک شام خانوادگی پرتنش نشون میده، ولی ویلیام هولمن هان نقاشیش رو در لحظه رازدارانه نگهداری اون گلدون تصویر میکنه. حتی واترهاوس نسخه‌ای شاعرانه و رمانتیک‌تر رو ازش کشیده. من خودم حس می‌کنم نسخه هاند قلم شاعرانه‌ای داره که بیشتر توی ذهن میمونه، اما میلیس واقعیت تلخ رو بیشتر روایت کرده و به تصویر کشیده.